اذیت میکنه نگیسه؟ این نه راحتی خیلی مهمه. مریم میگه که اینو کوتاه نکن، اینجوری قشنگتره. من ولی میگم که بالا زیباتون به خیر. به یه ویدیو دیگه از من خوش اومدین. تو ویدیو قبلی گفته بودید که ستاره جون یکم از روزمرگیات، اتفاقای پشت پرده که میفته، یکم اینا رو توضیح بده. اصلا نیاز نیست که انقدر هزینه کنی یا وقت بذاری. ما با همین چیزای کوچولو هم کلا خوشحال میشیم و دنبال کنندتیم. و من پیش خودم بودم چقدر خوب، عاشقتونم که انقدر درک دارید که اون ویدیوهایی که شما میبینید چیزاییه که ما دلمون میخواد شما ببینید و حس خوب داشته باشید. و مطمئنا در مورد حالا اتفاقای روزمره یا چیزایی که ما رو ناراحت میکنه نمیایم تو ویدیو صحبت کنیم زیاد. خیلی به ندرت البته برای من که حداقل پیش اومده. واقعیتش اینه که بچه‌ها من این چند روز تا اینجا رفتم تو گل، گفتم خب بهتره بیام توضیح بدم که داستان چیه. من 2 هفته پیش داشتم فکر میکردم که اگر پول قرعه کشیمو به هر حال سر موقع بدم و برنده بشم و بعد از طرفی یکم بخوام دست نگه دارم، هزینه‌های اضافه نکنم، تابستونه و میتونیم بریم کلی خوش بگذرونی، برنامه‌ریزی کنیم برای مسافرت. که موقع نهار دندونم شکست و نمیدونید چه حالی شده بودم، چون من خیلی از دندون پزشکی میترسم. واقعا دلم نمیخواد برم مگر اینکه یه همچین اتفاقی بیفته بخوام پیگیری بکنم و از طرفی به هر حال سلامتیه دیگه، آدم باید وقت بذاره براش دیگه. رفتم دنبالش و یه 2 مرحله‌ای هم انجام شده دندونم و هزینه‌هاش هم که نگم براتون. یعنی واقعا یه وام باید بگیری بری دنبال دندون. از یه طرف داشتم میگفتم خب حالا که رفتم دیگه استارتو زدم، بیام برم دندونای عقلمو بکشم، روکش دندونامو درست کنم. حالا دندونای کج جلویی که یه سری اذیت میشن، بچه‌ها واقعا نمیتونم، هم از ترسش هم از پولش. خلاصه که دیدم نه، با این هزینه‌ها واقعا من نمیتونم دندون رو حداقل برسونم. یکم به هر حال به خاطر ویدیوها مجبورم هزینه کنم برای خلاصه ویدیو و برنامه‌ریزی و سفر و اینا. خلاصه که یه سریا گفته بودی ستاره اونجا هم گرونه. بچه‌ها به درآمد شما اونجا آره خب براتون گرونه، میان اینجا میتونید انجام بدید هر حالا کاری دندونی که دلتون بخواد. به درآمد ما هم اینجا گرونه. من این دندونو هنوز تموم البته نشده، عصب کشی نیازی نداشت چون قبلا انجام شده بود، پر کرد با مواد دوباره، یعنی قبلی رو خالی کرد دوباره پر کرد، بعدش با قالبگیری و اینا که اونه که روکش درست کنه 10 میلیون. حالا دندون من اینه، دندونای دیگه اگه عصب کشی و اینا بشن قیمتش خیلی بالاتره. اینو گفتم که بدونید آدم همش میاد برنامه‌ریزی میکنه برای زندگیش که فلان کارو کنم بسار کارو کنم، یه اتفاقی که اصلا فکرشو نمی‌کنی میفته و خلاصه درگیرت میکنه. حالا جدا از هزینه‌های خونه و ماشین و همه اینا هست، سرتون رو به درد نیارم. بریم واسه قسمت خوب ماجرا. این هفته قرار بودش که عقد پسر داییم باشه، همونی که مبینا جون رفته بود ویدیو گرفته بود و گفتین چرا شما دعوت نبودین. بچه‌ها خانوادگی بود، هزینه‌ها زیاده، رسیدگی برنامه‌ریزی خیلی سخته و ما خیلی خانواده پر جمعیتی هستیم، نمیشد به یکی بگم به یکی نگن دیگه. این هفته قرار بودش که عقد باشه. عروس تصمیم گرفتش که به جای این که بخواد ریخت و پاش کنه و حالا دوباره بخوان جشن عروسی بگیرن، همین عقد کنون لباس عروسی بپوشه، شام بدن دیگه عروسی باشه. از یه طرف خیلی خوبه به خاطر اینکه زودتر به هم دیگه میرسن، ریخت و پاشای الکی و اضافه نمیکنن، هر چی که دارن برای خودشون و زندگیشون میذارن. دقیقاً شبیه ما، نمیدونم اون فیلم عروسی من رو دیدید یا نه. منم خب واقعا عروسی دوست نداشتم، به خاطر خانواده ها قبول کردیم که خلاصه یه شامی بدیم و همه بیان که بدونن خلاصه ما ازدواج کردیم. تا اینجاش که خوب بود، ولی من هیچ برنامه ریزی برای لباس نکردم، چون عقد کنون قرار بودش که هر چیزی که دارم رو بپوشم و هزینه حالا اضافه نکنم. من خیلی هم اهل ریخت و پاش لباس حقیقتا نیستم، بیشتر ظرف و ظروف میخرم تا لباس. ولی بعد گفتم خب الان که عروسیه، من که وقتی ندارم برم لباس آماده بگیرم. لباسای آماده هم اونجور که آدم میخواد نیست واقعا، مدل‌ها، رنگش، اندازه. بعد تصمیم این بودش که لباس بدوزم و اینکه حالا از قبل با مهیا هماهنگ کنم، چون اکرم لباس مجلسی نمیدوزه. ولی خب تو این فرصت کم، تو این 1 هفته که واقعا هیچ خیاطی نمیتونه بدوزه، یعنی وقتشو ندارن
نمیدونم چی کار کنم دیگه. الان این چند روز مشغله فکریم شده این که من لباس چی بپوشم، هیچی هم ندارم. از یه طرف میخواستم از دوستام قرض بگیرم چون اصلا آدم حساسی هم نیستم سر این موضوع، ولی بچه‌ها سایز من نیستن و الان نمیدونم چی کار کنم دیگه. با داشتم خلاصه باید یه فکری بکنم. یه لباسی هم داشتم برام سوغاتی آورده بودن و تا حالا نپوشیدم، ولی بلند بود، دوست داشتم کوتاه بشه. متاسفانه خب الان اکرم خب چشمش اذیتش میکنه، اگه بخواد خیاطی و اینا کنه اون که نمیتونه کوتاه کنه، مهیام انزلی نیست، منم کسی رو نمیشناسم که ببرم برام کوتاه کنه. حالا یکم فکرم درگیره، ببینیم که چی پیش میاد. یه موضوع تکراری، هر روز باید فکر کنیم که نهار چی درست کنیم. من حالا یکم بیشتر به خاطر اینکه یه روز باید گوشت باشه، یه روز مرغ باشه، یه روز گیاهی باشه، هی باید به این قضیه فکر کنم و یه وقتا واقعا وسیله‌شو ندارم. امروز برای تصمیم دارم که ماهی درست کنم. عادل تو ماهی‌ها فقط همین رو دوست داره، بهش میگیم ماهی سوپ. نمیدونم خوردید یا نه. همیشه هم مادر شوهرم بنده خدا برام خاک میکنه چون من اصلا نمیتونم ماهی تمیز کنم. خیلی خوشمزه است. اینو دوست داره. نهایت سالمون سفیدو که اصلا میگه تیغ داره. این گوجه محلی ها هم خیلی آبدار و خوشمزه، دیگه پوست نمیکنم، همینجوری میریزم تو قابلمه. نمک، فلفل زرد و یکم هم روغن. با ماهی ما همیشه گوجه سرخ میکنیم. این نهار امروز تا یادم نرفته بچه‌ها، یه دمنوش میخوام درست کنم. نمیدونم تا حالا خوردید یا نه. خوبه. بچه دیروز با مامان رفتم پیاده روی. این گل ساعتی از خونه همسایه اومده بود بیرون. میگن از بیرون بخوای بشینی ایرادی نداره، در حد حالا دلت بخواد، نمیدونم هوست باشه. خلاصه این که کار خودمون توجیه میکنم. 2 تا از اینا چیدم، یکی به مامان دادم یکی برای خودم. میگن خیلی مفیده. البته فکر کنم استفاده کنی مدام، نه اینکه حالا یه دونه بخوای بخوری، ولی برای سرطان و اینا، فشار خون دیگه گفتم اینو دم بذارم. اینجوریه که تو آب جوش میذاری، بعد میتونی بعد 10 دقیقه اینو ازش در بیاری، عسل و لیمو ترش اضافه کنی و بخوری. حالا اگر جای دیدین شما هم یا نمیدونم درختشو اگه میتونید واقعا بکارید دیگه، اینقدر فایده داره. خیلی جالب بود. چندین ماه پیش با نازنین و مریم رفته بودیم توی یه کافه. این اولین بار اونجا دیده بودمش. جالبه، جمع میشه و دوباره باز میشه. نه اون بسته‌شو انداخته بود باز شده بود. توی ماه هم دم بیاد. این شغل کوچیکه اسیر کرده منو. زنگ زدیم نمایندگی، گفتش که باید ویدیو بگیرید ببینیم که کی خاموش میشه، کدوم قطعه رو باید بیاریم. حالا هر دفعه من اومدم ویدیو بگیرم خاموش نشد که نشد. گوجه ها اینجوری در حال پخته. برنجم که یه شله پلا گذاشتم برای عادل. نمید دمنوش 10 دقیقه بیشتر شد اصلا. یه ذره لیمو ترش، مثلا اینم ماهی سوف. ما فقط بهش نمک و فلفل و زردچوبه میزنیم، یه کوچولو لیمو ترش هم زدم. ولی کلا ماهیای گیلان زیاد ادویه خاصی نمیخواد، در حد اون نمک فلفل زردچوبه است. من ندیدم کسی بخواد ادویه مثلا خاصی بزنه بهش، همینجوری خیلی خوشمزه میشه. از این ناراحتم چرا من زودتر از این گاز رومیزی نخریدم. واقعا آشپزی تو هر نقطه از خونه امکان پذیره. خیلی ها گفته بودید که تو بالکن گاز بذار، ولی بچه من اونقدر حساس نیستم به بوی غذا، چون بود روشن میکنم در پنجره باز میکنم. ولی حالا که دارم بریم امتحان کنیم، چون خوشم میاد، ولی دلم نمیخواد اون گلا رو از دست بدم. واسه همین هر وقت دلم بخواد میبرم تو بالکن و آشپزی میکنیم دیگه. بریم ماهی سرخ کنیم. اونجور که باید امکانات ندارم. نیفته حالا گذاشتمش رو پا.
سرخش کنیم. یکم بادم میاد، حالا شعله‌اش خاموش نمیشه ولی خب خدای شما بودین گیرتون میومدین گلا رو ببرید بعد به جاش گاز بذاری. خب دوستشون دارم دیگه، خیلی قشنگن این من، ولی دلم میخواد درست کنم اونا عادل وقت نکردیم. ببینید به نظر من تو آشپزخونه درست کنید بهتره. روغن پاشیده روی گل، روی فرش و اینکه این برم که کلا چربه، حالا باید تمیزش کنم. ولی خب ماهی رو تونستم خوب سرخش کنم. عادلم یه سر اومد ماشین رو گذاشت، موتور رو برداشت رفت، نمیدونم کجا رفته این پسره. منم خیلی گرسنمه یه دکان بستشه. عادل البته خیلی سوخت‌تر دلش میخواد. این نظرم کافیشه دیگه. این برش هم میکنم سوخت. هنوز کوچه ها اصالتش رو داره. آسمون رو ببینید آخه، یه لحظه بارونه یه لحظه آفتابه، یعنی رسما علمی تخیلی. آدم نمیتونه واسه بیرون رفتن برنامه‌ریزی کنه. نهارم خوردم، یه چرتی هم زدم. امروز آخرین جلسه باشگاهه، نمیدونم میدونید یا نه، زومبا میرفتم با هوریا، ولی دیگه امروز برم آخریشه. حقیقتا با روحیات من سازگار نیست ولی خب تنوع شد دیگه. مربی و جبش اینا همه چی عالیه ولی خدایش با روحیات من سازگار نیست دیگه. حالا شاید یه ورزش دیگر رو بخوام امتحان کنم ولی پیاده روی که میدونید دوستش دارم دیگه، حس خوبی دارم بهش. جالبیش اینجاست که تو این فصل هر جا بری سرسبزه تو گیلان. الان تو کوچه ها انقدر گلای شقایق، کلزا، از این گل زردا جدید من اینو ندیدم. این الان کوچه پس کوچه های مسیر خونمونه. بعد انقدر همسایه ها با ذوق و شوقن سبزی میکارن. ببین شقایق، حالا یه سری جا خیلی بیشتر سمت مرداب شقایق هم زیاده. اینا به تنهایی خوبن ولی گروه که میشن یکم خطرناکن، میدونن دنبال آدم ها. مامانم به خاطر همین تنهایی نمیاد پیاده روی. اینقدر بهت میام لباس تنگ نپوش. سلام عزیزای دلم، خوبی؟ خوشین؟ چطوری؟ دغدغه من چی بپوشم، لباس ندارم. به مریم زنگ زدم چی داری اندازه من، انقدرم تنگ میپوشه غر میزنم آدم یه ذره گشادتر بگیر لباسا رو، حداقل به درد منم بخوره. این که کفش عروسیمه، اینم پیراهن مریم که البته اگه ویدیوهای خیلی قدیمی رو دیده باشید میدونید که این کدوم پیراهنه. اینم یکی از دوستان برام سوغاتی آورده، تا حالا هم نپوشیدمش. میگم که این چون بلنده یکم خانومانه تره، حالا بدم کوتاه کنن. اکرم بنده خدا که نمیتونه، مهیا منزنی نیست. الان داشتیم از باشگاه می اومدیم تو کوچه، تا حالا ندیده بودم، انقدر من حواس پرتم حقیقتا. مریم گفت اینجا خیاطی و اینا. رفتم سوال کردم، گفت آره اگه بیارین ببینم چیه براتون کوتاه میکنم. اینو ببرم کوتاه بشه، فکر کنم این یکم مجلسی تر از اینه. حالا زمانی که شما این ویدیو رو میبینید دیگه مشکل من حل شده، عروسی هم رفتم، ولی ببینید چه دغدغه‌هایی دارم. یهویی وقتی عروسی میشه آدم بی برنامه نمیدونه چی کار کنه دیگه. دوست دارم لباس شیک بپوشم که فقط موقعیتشو ندارم. هر چیزی بپوشم. به مهسا زنگ زدم، مهسا کفش چیزی داری؟ قرار حالا برای من عکس بفرسته، اگه مناسب باشه که دیگه همونو میپوشم، اگه نه باید برم بخرم، چون در کل هیچ کفش مجلسی بچه‌ها من ندارم، چون اینقدر اسپورت و راحت میپوشم
این کفش عروسی بفهمن همین از دور دنیا اینو دارم. خیلی خوب. چه جنسی داشته؟ خیلی جنسش خوبه. یه مشکی هم داشتم که عروسی نه نامزدی داداش مریم پوشیدم، اینقدر تو گل اینجوری فرو رفت کلا ترک خوردن داختمش تو. مجلسی زیاد ندارم. یه ساعت اومدی کار دیدی. آره حالا اگه شد بریم منطقه دیگه. اینم بریم بدم کوتاه کنه. حالا این بپوشم. مریم میگه که اینو کوتاه نکن اینجوری قشنگتره. من ولی میگم که بالای زانو باشه، به خاطر اینکه من کلا پیراهن بلند اصلا یه حالت معذبی بهم دست میده دیگه، حس خانومانه اینجوری باشه، همینجوری راحت باشم. حالا ببریم ببینیم که اصلا کوتاه میکنه یا نه، چون که این زیرش یکم دوختش فرق داره، شاید حالا بگه که سخته یا انجام نمیدن. آره آسردوزی شده پایینش اینطوری شیک مونده. شیکه به نظر من این خیلی قشنگ‌تر از واسه منه. خیلی با کفش ببین قرار نیست اینو بپوشم 100%. اگه قرار باشه یه ذره کوتاه باشه خب لباس کوتاه‌تر قشنگ‌تره دیگه. آقا تو دیگه خیلی کوتاه میگی. روی خانومانه دوست نداره. میدونم تو بالاخره که اینو خواستیم بریم رش، بعد یه مغازه دیدیم که اینجا هم تو منطقه آزاد شعبه داره. حالا بریم ببینیم که میتونم چیزی پیدا کنم. نمیدونم تو سیف کرده بودی. مادر این پسر خیلی ها رو ببین بود بچه خیلی ساقی تو خیلی خوشگلی بچه چپ چپی نگاه. من همچنان لیوان نگرفتم، هر جا هم میرم نگاه میکنم. اینا خیلی خوشگله و اینا همشون خوشگلن. کمرباری که من بچه‌ها اینم دیدین قشنگه ولی یکم لوکش به نظر من هم تیزه هم پاشنش وزن منو میتونه تحمل کنه یا نه. بابا چیزی نمیتونه، سخت میشه دیگه برای من. 2 خورده ای هم هست. دوباره رسیدیم به این مغازه برند سنتر که تورش شعبه داره. تنوعش هم خوبه. حالا چند جایی که من دیدم اونقدر چیزای مجلسی و خوب نبود. فکر کنم اینجا بتونم یه چیزایی پیدا کنم. بگونه چه لفظ کردی؟ خیلی اون بسته آره. خوشگله. این خیلی قشنگه. آره مشکیش هم نداری اصلا اون سایزی که من میخوام. راست میگه این شیکه الان. آره به نظر منم اون شیک. خب حالا بین این دوتا با اینم راحتم. یه سفید خوشم اومد، متاسفانه سایز پام نمید. این ولی میدونی خوب هست ولی اون داره اذیت میکنه. اگه اذیت میکنه نگیسته. این نه راحتی خیلی مهمه. بچه‌ها نظرم شد این به خاطر اینکه به پام خیلی نشسته، سایز پام هم هست. این یکی کفی انداختن ولی خوشگل بودا، ولی خیلی اذیت میشدم اگر میخوام اینقدر پاشنه دار بپوشم. مال خودم هم اینقدر پاشنه داره. این خوبه. حالا مریم من ستاره اومد بخره ولی خب من به نظرم این وریه قشنگ‌تره. آره خب پس من منطقه دیگه تعطیل کرد، مغازه‌هاش در حال بستن بودن، ما همچنان اون تو بودیم. موفق شدیم کفش رو بگیریم. اینم شیرینی کفشمونه بچه‌ها. هم من کفش مدرسه گرفتم هم مریم. بله کفش بیرون. دستت پر نکنه. قربونت برم، مبارکت باشه. خیلی دوستش دارم. خوشگل بود. من دیگه برای مریم تولدش کادو نگرفته بودم، شرط نداشتم، الان گرفتم. یعنی چی؟ خیلی کادو زیاد من داده، هر زیاد میزنه. بچه‌ها فراوان یه سشاری دارم. یه آرش مالم بریم، عادل دیر میاد. ما گفتیم دیگه بریم همینجا شام بخوریم. نمیدونم حالا بازه یا نه. باز باید باشه بابا. گرسنمه. خیلی وقت این بر نیومدیم. صبح بلند میشم میگم که فست فود ممنوع، مریم غذاتو کم کن. خب شب که میخوام بخوابم میگم چقدر آقا خوردی تا امروز.
ببین همه مغازه‌هاش بسته است. آره نمیدونم قسمت رستورانش واقعا بازه یا نه. یه فیلم خوبم نمیاد حداقل بریم رستوران. صدامون کردن گفتن که بفرمایید برید. قسمت رستوران هم بسته بود با روی گشاده و لبی خندان گفتم بسته است. من میدونستم زود میبندن. آخه یعنی چی؟ مگه میشه تابستونا چرا شلوغه یا تعطیلات بیشتر میمونن ولی روزهای عادی زود میبندن. البته 10 دیگه کجا میبندن؟ البته یادم سری قبل سینما رفته بودیم تا دیر وقت باز. خوب نگاه کنید این چهره دختر شکست خورده است که شام نخورده. خریداش هم حالا اونقدر باب میلش نبوده، بعدم نبود. اینا رو نشون دادم رفت خوابید. حالا به شما بگم که چیا گرفتم. این شامپوم داشت تموم میشد خریدمش به همراه این بامبو که اونجا خوردیم شیرینی کفشامون بود. بچه نارگیلی و شکلاتش خیلی خوشمزه است. توت فرنگیش رو اصلا پیشنهاد نمیدم، همه شربت سینه میده، سلیقه من البته نیست. کفشم که این شد به نظر من ارزش 2 خورده یا نداره، مجبور بودم دیگه چون اصلا نداشتم. جنسش ولی یکم خواسته، یه حالت خاصی داره. اینکه پاشنش اینجوری بود دوست داشتم چون واقعا نمیتونم پاشنه بلند بپوشم وگرنه همین بود دیگه. کفش عروسیم دلت میاد، خیلی هم خوشگله. این همه سالم سالم مونده دیگه. اینو گرفتم. خرید موفقیت آمیز من به نظر من این میتونه باشه. جنسشو ببینید خیلی لطیفه. 498 اما 500 ولی ارزششو داشت. بر تابستون خیلی خنکه. حالا نمیخواستم خیلی خرید کنم برای عروسی، به هر حال دیگه بازم تو خرج افتادم. لباسم که دادم کوتاه کنه، فکر نکنم خیلی گرون بشه. برای آرایشگاه هم که خودم سعی میکنم موهامو یه سشواری بزنم و یه آرایش ساده انجام بدم که چند سال دیگه خودمو دیدم نگم وای چرا اون شکلی شدم. اینم از چالش عروسی رفتن من. مرسی که ویدیو رو نگاه کردید. امیدوارم که لذت برده باشید. تجربه خلاصه از تجربیات منم استفاده کنید که سخت نگیرید دیگه. وقتی حالا یه جایی یهویی پیش میاد نگید اینو ندارم اونو ندارم دیگه. خلاصه یه جوری سعی کنید سرهم کنید اون جشن رو برید لذت ببرید. اگر بتونم که حتما براتون ویدیو میگیرم. دوستتون دارم. مرسی که همیشه همراه من بودید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.